سلام دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یه پست فرهنگی راجع به فرهنگ رانندگی داشته باشیم که الان راجع به میدون حق تقدم در میدون. همونطور که مشاهده میکنید ما وارد میدون میشیم و حق تقدم با خودرویی که داخل میدونه و اون باید رد شه. و الان که داخل میدون باید بریم و اون یکی ماشینا وایستن که متاسفانه اینجا رعایت نمیکنن ولی باید هممون اینو در نظر داشته باشیم که حق تقدم با اونی که داخل میدونه و اگه اینا رعایت کنیم رانندگی کم تنشی داریم و این هم مشکلات رانندگی تو کشور نخواهیم داشت. فقط یه چیزای ساده ایه که اگه هر کسی رعایت کنه، هر کس خودش شروع کنه، خیلی شرایط عوض میشه. و متاسفانه توی ایران اینجوریه که هر کی وارد میدون میخواد بشه، یعنی خارج میدون میخواد بیاد تو میدون، فکر میکنه حق تقدم با اونه و با طلبکاری تمام رد میشه میره، اصلا توجهی به حقوق بقیه نداره. اگه هممون رعایت کنیم شرایط به مراتب بهتری میخوایم داشته باشیم.